به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. جهان در 2050. نویسنده لارنس اسمیت، مترجم دکتر منصور امیدی که استاد دانشگاه تهران هستند و آقای ناصر زرین پنجه با هم این کتاب رو ترجمه کردند. چاپ یکم ترجمه فارسی این کتاب در بهار 1391 توسط انتشارات مهر ویستا در تهران چاپ شده. موضوع بحث این کتاب در مورد محیط زیست، تحولات جهانی، آینده نگری، اقلیم شناسی، تغییرات و جنبه‌های زیست محیطی هستش. این کتاب شامل پیشگفتار، سرآغاز و 10 فصل می باشد که به نظر من مهمترین قسمت یک کتاب پیشگفتار، سرآغاز، مقدمه و سخن ناشر یا سخن نویسنده یا سخن مترجم هستش که طبق معمول کتاب هایی که من میخونم ابتدا با این فصل های مهم شروع میکنم و اگر وقت به من اجازه بده فصل ها رو برای شما خواهم خوند که خیلی ها هم در وایس ها و کامنت ها به من خورده میگیرن که چرا با پیشگفتار و مقدمه که خیلی از نکات مهم کتاب نیست تو شروع میکنی، که من فکر میکنم که کلیات یک کتاب با پیشگفتار و مقدمه مشخص میشه و قطعا سخن ناشر و سخن نویسنده یا سخن مترجم هم در این راه به ما کمک میکنه که ما چه کتابی رو که و چه جوری تهیه شده داریم میخونیم. فصل یک کتاب به نام جایزه پشمالوی مارتل هستش. بخش یک شامل 3 فصل 2، 3 و 4 هستش که بخش یکم به نام فشار نامگذاری شده. فصل 2 داستان‌های شهری پرآشوب. فصل 3 آهن، نفت و باد. فصل 4 کالیفرنیا میسوزد، شانگهای غرق میشود. بخش دوم اسمش کشش هستش که شامل فصل 5، 6، 7 و 8. فصل 5 2 عروسی و 1 مدال رایانه‌ای. فصل 6 1 اگر از راه خشکی، 2 اگر از طریق دریا. فصل 7 موج 3. فصل 8 خدا حافظ نیزه شکار. سلام کیف دستی. بخش سوم این کتاب سرانجام‌های جایگزین نامگذاری شده که شامل فصل 9 و 10. فصل 9 گزارش پنتاگون و فصل 10 شمال جدید. اما پیشگفتار، با من همراه باشید که این کتاب رو با همدیگه کشفش کنیم. برای راحتی کار من دیگه 2050 نمیگم، میگم 2050. سال 2050 کمتر از 4 دهه دیگر جهان چگونه خواهد بود؟ اگر فرزند شما امروز به دنیا آمده باشد، در چنین روزی در آن سال وقتی به دیدن شما می آید احتمالاً چند تار موی سفید دارد و نوه شما احتمالاً 10 ساله خواهد بود. پس زمانی چندان طولانی نخواهد بود، اما در آن زمان نوه 10 ساله شما در چه شرایطی زندگی می کند؟ آیا در آن زمان مانند فیلم های هالیوودی ربات ها برنامه ریز و مجری زندگی نوه شما خواهند بود؟ با استفاده از مهندسی ژنتیک چندین کپی از نوه شما تهیه شده است. 1 جنگ جهانی اتمی خانمان برانداز بیش از نیمی از جهان را غیر قابل سکونت کرده است. گازهای گلخانه‌ای جهان را به جهنمی از گرما و آلودگی تبدیل کرده است. ابر کامپیوتر جهانی آماده فشار تکمه‌ای برای انفجار کره زمین است. اگر با نگاهی علمی به بررسی وضعیت جهان بپردازیم، به نظر می‌رسد جهان در 4 دهه آینده منتظر هیچ واقعه غیر معمول نخواهد بود. جنگ جهانی ویران کننده‌ای پیش بینی نمی شود.
تغییرات بنیادی و ناگهانی هم به وقوع نمی پیوندد. ولی روند تغییر جهان از لحاظ ساختار جمعیتی، منابع تجدیدناپذیر، نیازهای انسانی، تغییرات تدریجی اقلیم، جهانی شدن، دستاوردهای علمی و وضعیت آب به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که بررسی و برنامه‌ریزی برای آن زمان هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه برنامه‌ریزی برای مسئولان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌ریزان جهان و کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود. وضعیت کشور ما در آن زمان چگونه خواهد بود؟ جایگاه کشور ما در کره زمین چیست؟ کشاورزی ما چگونه است و چه محصولاتی را می توانیم تولید کنیم؟ تغییر اقلیم چه محصولاتی را از کشور ما حذف کرده و ما چه محصولاتی را جایگزین کرده ایم؟ چقدر زمین قابل کش داریم؟ چه مقدار از زمین‌های کشاورزی ما شور و غیر قابل کش شده است؟ چه مقدار از این زمین‌ها به دلیل نابودی منابع آبی غیر قابل کش شده اند؟ چقدر آب آشامیدنی داریم؟ چقدر آب برای آبیاری داریم؟ در آن سال در سرزمین خشک ما آب چه جایگاه و چه ارزشی دارد؟ آیا منابع آب را حفظ کرده ایم؟ کدام منابع آبی کشور هنوز پابرجاست؟ چه مناطقی به دلیل نابودی منابع آب غیر مسکونی شده است؟ وضعیت آب و هوایی حاکم بر کشور ما چگونه است؟ آیا ساختمان‌ها و سرپناه‌های ما برای آن زمان و تغییرات آن دوران مناسب است؟ مشکل یا مشکلات اصلی دنیا در آن زمان چیست؟ و مشکل یا مشکلات ما چه خواهد بود؟ آیا برای مواجهه با این مشکلات برنامه‌ریزی کرده ایم؟ نفت، گاز، آهن، مس و ده‌ها ماده تجدیدناپذیر که امروز به راحتی آن را مصرف می‌کنیم یا به هدر می‌دهیم وجود دارد؟ کدام یک از منابع طبیعی در آن زمان دارای اهمیت است؟ ارزش و جایگاه نفت در آن زمان چیست؟ تکنولوژی‌ها و علوم جدید تا چه میزان در کشور ما نهادینه و قابل استفاده شده است و به چه میزان در زندگی ما تاثیرگذار است؟ علوم جدیدی مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی چه جایگاهی در تولید ثروت در کشور ما دارند؟ چه گیاهان و حیوانات تراریخته ژنتیکی را تولید کرده ایم؟ چه محصولات تغییر یافته ژنتیکی در سبد غذایی ما وارد شده است؟ از ژرم پلاسوم کشور کدام ژن‌های جانوری و گیاهی مؤثر در تولید ثروت را به ثبت رسانده ایم؟ در پروتکل‌های سرزمین و منابع تا چه میزان منافع ما رعایت شده است؟ اولویت‌های اول آن زمان چیست و ما چقدر برای آنها برنامه‌ریزی کرده ایم؟ نیازهای اجتماعی رفاهی آن زمان چیست؟ توانمندی‌های خاص کشور که جهان به آن نیاز دارد در آن زمان چه خواهد بود؟ جمعیت کشور ما چقدر است؟ هرم سنی جمعیت به چه صورت خواهد بود؟ هرم علمی تخصصی جمعیت چگونه خواهد بود؟ و ده‌ها پرسش دیگر من را بران داشت که به ترجمه این کتاب که بر اساس نگرش و دستاوردهای علمی یک متخصص جغرافیای دانشگاه UCLA امریکا نگارش شده است بپردازم. شخصیتی که تحقیقات بسیار گسترده‌ای در قطب شمال داشته، در لس آنجلس زندگی می‌کند و آب آشامیدنی خود را از فاصله صدها کیلومتر دورتر می‌آورد. متخصصی با دیدگاه‌های خاص و تحقیقات گسترده در مورد تغییرات اقلیمی جهان و قطب شمال. کتاب در 28 سپتامبر 2010 منتشر شد، زمانی که برای یک دوره تحقیقاتی در شهر اتاوا در کانادا بودم و در یکی از روزها که سرگرم ورق زدن یکی از روزنامه‌های اتاوا بودم، مطلبی توجهم را جلب کرد. نویسنده در مورد انتشار کتابی
در 2 ماه بعد یعنی در 28 سپتامبر 2010 با عنوان جهان در 2050 مقاله نوشته بود. عنوان برایم جذاب بود و بعد از خواندن این مقاله مطالب کتابی که قرار بود 2 ماه بعد منتشر شود برایم جذابیتی خاص را به وجود آورد. مطالعه شرح حال نویسنده نیز جذابیت کتاب را برایم بیشتر نمود تا اینکه در 29 سپتامبر 2010 یعنی فقط 1 روز بعد از انتشار کتاب آن را خریدم. تا زمانی که در کانادا بودم آن را به صورت اجمالی مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که جای چنین نوشته‌هایی در کشور ما خالی است. چون مدت هاست که همه افراد و اقشار جامعه ما دچار روزمرگی شدند. اقشار تحصیل کرده، دانشگاهی، متخصص، بدون نگاه به آینده در سیاست زدگی و روزمرگی گرفتار آمدند. مسئول و تاثیرگذار از این موضوع غافل شده ایم که امروز در حال احداث بنای 3-4 دهه آینده مملکت هستیم. بحث مصرف انرژی، گسترش ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه‌ریزی دراز مدت اهمیت چندانی ندارد. هیچ گونه توجهی به تغییرات اقلیمی در کشور و در جهان و تأثیرات آن بر آینده کشور نیست و در پیرو آن هیچ گونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دراز مدت به خصوص در بعد کشاورزی، تولید غذا، تغییرات و تنوعات لازم در کشور، اقلیم و زیستگاه وجود ندارد. مطالب این کتاب با اشاره نویسنده به قیمت خانه اش شروع می شود. او به گران بودن قیمت خانه در شهر کوچک تازه تأسیس نفتی در شمال کانادا از محل سکونتش در لس آنجلس اشاره می کند که بیانگر گسترش وضعیت اقتصادی در شمال کره زمین و توجه به این مناطق است. در ادامه بحث گزارشی هست درباره به وجود آمدن یک خرس دورگه از 2 نوع خرس که در 2 زیستگاه کاملا متفاوت زندگی می کنند و تغییرات آب و هوایی باعث تغییر دامنه زیستگاه ژنی آنها شده است. با این مشاهدات نتیجه گیری می شود که در سال 2050 مناطق شمالی جهان شامل آمریکا، کانادا، روسیه، نروژ، ایسلند، دانمارک، سوئد و فنلاند کشورهای NORC از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند شد. طبق آمار ارائه شده در سال 2003 گیاهان و حیوانات به طور میانگین در هر دهه محدودیت‌های زیستی خود را 6 کیلومتر به سوی قطب و 6 متر در ارتفاع تغییر می‌دهند و نکته جالب‌تر این که در طول 30 سال گذشته چرخه رشد و رویش گیاهی در هر دهه در بهار 4 روز جلوتر از قبل رخ داده است. آیا این عدد کوچک و بی‌اهمیت است؟ اگر می‌خواهید اندازه آن را بدانید، تصور کنید که روز تولدتان هر سال 10 ساعت زودتر از راه برسد. این همان سرعت تغییرات جابجایی‌های زیستی است. چقدر عجیب و باور نکردنی است. با همه پیشرفت‌هایی که در علوم مختلف از جمله بیوتکنولوژی و تغییرات ژنتیکی در موجودات زنده حاصل شده است، انسان هنوز ماهی را از دریا صید می‌کند، کشاورزی را در طبیعت و با استفاده از خاک انجام می‌دهد و مانند دهه‌های پیشین برای جابجا کردن کالا از کشتی و قطار و کامیون استفاده می‌کند. باید توجه داشت که برای آینده وضعیت کره زمین هیچ معجزه‌ای در کار نیست و نیروی پنهانی وجود ندارد. جنگ جهانی سوم و عمده‌ای در کار نیست و از طرف دیگر مدل‌ها و نظرات کاملا مناسبی برای برنامه‌ریزی در اختیار بشر قرار دارد. به نظر می‌رسد در 4 دهه آینده 4 نیرو به طور عمده تاثیرگذار هستند. اولین نیرو جمعیت است. پیش از آغاز و پیدایش کشاورزی یعنی حدود 12,000 سال پیش جمعیت انسانی کره زمین 1 میلیون نفر بوده است. در سال 1800 میلادی پس از 1180 سال به 1 میلیارد رسید.
130 سال بعد در سال 1930 میلیارد دوم از راه رسید. سومین میلیارد در سال 1960 فقط پس از 30 سال. چهارمین میلیارد فقط در طول 15 سال یعنی در سال 1975. پنجمین میلیارد فقط پس از 12 سال در سال 1987. ششمین میلیارد در سال 1999 و هفتمین میلیارد در سال 2011 از راه رسید. یعنی در یک چشم به هم زدن در قرن 20 تعداد انسان‌ها از 1.6 به 6.1 میلیارد نفر رسید. دومین نیرو تقاضای روزافزون نیاز انسانی به منابع و خدمات طبیعی و ذخایر ژنی سیاره زمین است. ذخایر طبیعی شامل منابع محدود نظیر هیدروکربن‌ها، کانی‌ها، آب‌های زیرزمینی فسیلی و منابع تجدید شونده چون رودخانه‌ها، زمین‌های قابل کشت، حیات وحش و جنگل است. خدمات طبیعی شامل اعمال و فعالیت‌های ضروری حیات مانند فتوسنتز، جذب گاز کربونیک توسط اقیانوس‌ها و حشرات برای گرده‌افشانی است. ذخایر ژنی دقیقاً به تنوع و وجود ژن‌ها مربوط می‌شود که به وسیله همه موجودات زنده که هنوز در کره زمین وجود دارند از ویروس و باکتری گرفته تا گیاهان و حیوانات را شامل می‌شوند. ماشین‌ها نفت را برای کشت و برداشت می‌سوزانند. کودهای شیمیایی ساخته شده از گازها و منابع طبیعی تولیدات کشاورزی را چند برابر می‌کنند. تغییرات ژنتیکی به افزایش عملکرد می‌انجامد. آبها از زیر زمین بیرون کشیده می‌شوند، پشت سدها ذخیره می‌شوند و بیابان‌ها کشت می‌شوند. نفت، سنگ، ماهی، گوشت از جایی به جای دیگر برده می‌شود. مصرف زغال سنگ، نفت، منابع و همه در قرن 20 چندین 10 برابر شده است. میزان مصرف برای کشورهای امریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و استرالیا 32 می باشد و برای یک شهروند کنیایی معادل 1 است. یعنی مصرف یک نفر در این مناطق در 2 سال معادل مصرف تمام عمر یک کنیایی است. در حال حاضر میزان مصرف 1 میلیارد نفر حدود 32 و بقیه بسیار نزدیک به 1 است. حال فرض می‌کنیم به تدریج در طول 40 سال آینده مصرف در دنیا افزایش یابد. در سال 2050 جمعیت کره زمین 9.2 میلیارد نفر برآورده می‌شود و اگر هدف نهایی برای انسان‌ها زندگی مانند امریکایی‌ها یا اروپای غربی باشد، در سال 2050 باید مواد لازم برای جمعیت 105 میلیارد نفری را پیش‌بینی کرد. آیا کره زمین ظرفیت و تحمل آن را دارد؟ جهانی شدن سومین نیروی جهانی است. خیلی ساده از جهانی شدن به عنوان مجموعه‌ای از فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و فناوری یاد می‌شود. توماس فریدمن در کتاب خود با عنوان جهان مسطح در سال 2006 این پرسش را مطرح می‌کند. وقتی جهان مسطح شد شما کجا بودید؟ فریدمن کلمه مسطح را به عنوان استعاره‌ای ساده برای همتراز شدن عرصه بازی جهانی در تجارت و اقتصاد به کار می‌برد. بسیاری از شرکت‌ها به اقتصادی سیاره‌ای تبدیل شدند. ارزان‌ترین نیروی کار را با ارزان‌ترین سنگ معدن در هر گوشه‌ای از جهان پیدا می‌کنند و بازارهای جهان را از سوئد و امریکا تا چین و عربستان به تسخیر خود در می‌آورند. کشورهایی چون سنگاپور و کانادا به سرعت خود را به اوج ظرفیت جهانی می‌رسانند و کشورهایی چون کره شمالی عقب می‌مانند. در چشمانداز جهانی به نظر می‌رسد جهان در مرحله آغاز یک تغییر و تحول اقتصادی و تبدیل شدن به چیزی بزرگتر و یک پارچه‌تر از آنچه تصور می‌شود قرار دارد. شروع این تحولات نه از اکنون بلکه از توافق برتن وودز در سال 1944 بود. در آن کنفرانس 700 هیئت از 44 کشور جهان
صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی و تعرفه‌ها و تجارت گات را تصویب کردند. پس از آن در دهه 1980 از سرمایه‌داری کنترل شده با عنوان نئولیبرالیسم توسط مارگارت تاچر و رونالد ریگان مقررالزدایی و حذف تعرفه شد. در قالب اجماع واشنگتن فهرستی از اطلاعات عمده شامل مقررالزدایی تجاری، تسهیل در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ارائه شد. توافقنامه نفتا در 1999 باعث حذف موانع تجاری بین امریکا، مکزیک و کانادا توسط جورج دبلیو بوش شد. این توافقنامه توسط رؤسای جمهور بعدی امریکا نیز به طور کامل در دستور کار جهانی شدن قرار گرفت. باید توجه داشت که جهانی شدن با مقوله اینترنت و گسترش سریع ارتباطات انجام نشده است، بلکه وجود این نیروی جهانی مدیون تاریخ طولانی از تصمیمات سیاسی به کلی هدفمند بیشتر امریکا و انگلستان از روزهای پایانی جنگ دوم جهانی بوده است. البته نکته‌ای که در اینجا به نظر قابل ذکر می‌رسد این است که در طول 12,000 سال گذشته تاریخ تمدن بشری بارها جهانی شدن و یکپارچه شدن صورت گرفته و مجدداً از بین رفته است. امپراتوری‌های بزرگی که در یونان باستان، مصر، ایران و بسیاری از نقاط جهان ایجاد شده است، حکومت‌های یکپارچه‌ای را به وجود آوردند و بعد از مدتی متلاشی شده و به بخش‌های مختلف منطقه‌ای تقسیم شدند و باز بعد از مدتی یکپارچگی صورت گرفته است. بنابراین جهانی شدن فعلی را هم نمیتوان به طور قاطع در 4 دهه آینده تصور نمود. ممکن است سیاستمداران جهانی در مقطعی به سمت منطقه‌ای شدن حداقل بخش‌هایی از جهان پیش بروند. عواملی که احتمالاً میتوانند این یکپارچگی را تحت تاثیر قرار دهد شامل جنگ جهانی دیگر، تصمیم‌های دولت‌های مرکزی از جهانی شدن به منطقه‌ای شدن که مثلا رکود 2008-2009 میتواند پایانی بر جهانی شدن باشد. افزایش قیمت نفت خام که در آن صورت هزینه حمل و نقل جهانی محصولات عملاً ناممکن خواهد بود. به نظر می‌رسد روند جهانی شدن در 40 سال آینده چندان مشخص نباشد. جارج دیامون از UCLA 5 خطر کلیدی را عامل فروپاشی تمدن‌ها می‌داند. 1. زیان خود برانگیخته شده زیست محیطی و آسیب در اکوسیستم‌ها. 2. از دست دادن شرکای تجاری. 3. همسایگان متخاصم. 4. تغییر اقلیم نامطلوب. 5. نوع واکنش جامعه در برابر مشکلات زیست محیطی. دیامون هر کدام از این عوامل را باعث ایجاد تنش و فشار بر جوامع انسانی می‌داند. سوال مخالف این است که چه عواملی باعث رشد تمدن‌های جدید می‌شود؟ به نظر لارنس اسمیت نویسنده کتاب اولین و مهمترین عامل محرک اقتصادی و به دنبال آن تمایل و علاقه افراد جامعه، وجود قانون و مقررات پایدار، شرکای تجاری قابل اتکا و مستدام، همسایگان مهربان و صلح‌طلب و تغییر اقلیم مساعد که آنها را تقویت می‌کند. چهارمین نیروی جهانی تغییرات اقلیمی است. یک حقیقت ساده و مسلم ناشی از تأثیر فعالیت‌های انسان بر ترکیبات شیمیایی جو زمین و افزایش دمای عمومی. باید توجه داشت که وجود گازهای گلخانه‌ای برای حیات در کره زمین الزامی است، چون بدون گازهای گلخانه‌ای کره زمین مانند یک یخچال میشد. طبق محاسبات آرهینوس سوئدی با 2 برابر شدن مقدار دیوکسید کربن در اتمسفر، دمای کره زمین 5 درجه سانتیگراد افزایش بیامد. در حال حاضر میزان تجمع دیوکسید کربن در اتمسفر زمین نزدیک به 40%، یعنی از 280 ppmv در پیش از دوران صنعتی
به حدود 387 ppmv در سال 2009 افزایش یافته است. آیا می‌دانید افزایش 5 درجه یعنی چه؟ اواخر عصر یخبندان شیکاگو در زیر لایه یخی به ارتفاع 1.5 کیلومتر مدفون بوده است. در آن زمان درجه حرارت کره زمین فقط 5 درجه سانتیگراد از حالا سردتر بوده است. از اوایل قرن 20 تا کنون دمای کره زمین 0.8 درجه سانتیگراد گرمتر شده. اما این افزایش سال به سال بیشتر خواهد بود. افزایش دما نه تنها میانگین را بالا میبرد، بلکه دما در طول شب بیشتر از روز، در زمستان بیشتر از تابستان، در اقیانوس بیشتر از خشکی و در ارزهای جغرافیایی بیشتر از مناطق قاره‌ای افزایش می‌یابد. 35,000 کشته در سال 2003 در اروپا به واسطه یورش گرما، طوفان دریایی کاترینا در سال 2005، طوفان آیک در 2008 در هیستول و موارد زیادی از این نوع را امروزه در جهان شاهد هستیم. دوران آخرین عصر یخبندان حدود 12,000 سال پیش به پایان رسیده است و پس از آن تغییرات بسیار سریع و ناگهانی رخ داده است. تغییر ناگهانی اقلیم، مثلا یک قحط خشکسالی، یک صعود سریع دما یا یک مرگ سریع جنگل‌ها امروز پذیرفته شده است. در اواخر سال 2009 سازمان سیا مرکز جدیدی را تأسیس کرد که وظیفه آن ارزیابی آثار تغییر اقلیم است، چون اعتقاد بر این است که تغییرات تدریجی و مورد انتظار تغییر اقلیم باعث بروز شرایط تهدیدآمیز برای امنیت ملی کشور خواهد شد. مثلا پیش بینی شده است تا سال 2030 درگیری‌های مسلحانه در قاره افریقا بیش از 50% افزایش یافته و میزان کشتار در جنگ به 400,000 نفر خواهد رسید. اعتقاد بسیاری از متخصصان بر این است که تغییرات اقلیم در اروپا به واسطه آتشفشان‌های جزیره ایسلند و سرمای ناشی از آن در چند زمستان بعدی بر انجام انقلاب فرانسه مؤثر بوده است. باید توجه داشت که تغییرات ناگهانی اقلیم بسیار مخرب‌تر و تأثیرگذارتر از تغییرات تدریجی است. در طول 800,000 سال غلظت گازهای گلخانه‌ای جو زمین تغییر چندان نداشته است. اما اکنون این میزان به وضعیت 15 میلیون سال قبل نزدیک می‌شود. یعنی زمانی که دمای کره زمین 3 تا 6 درجه سانتیگراد گرمتر از اکنون بوده است. از کلاهک‌های یخی در 2 قطب خبری نبود. آب اقیانوس‌ها اسیدی و سطح آب دریاها 25 الی 40 متر بالاتر از امروز بوده است. نیروی پنجمی هم که از درون 4 نیرو برمیخیزد فناوری است. ارتباطات سریع جهانی، بازارهای مالی و تجارت جهانی یکپارچه را تسهیل می‌کند. بهداشت و داروهای مدرن ساختار سنتی جمعیت را در کشورهای در حال توسعه تغییر می‌دهد. دستاوردهای علمی در زیست فناوری، نانوتکنولوژی و علم مواد تقاضا برای ذخایر مواد و منابع مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهند. شبکه‌های هوشمند، صفحات خورشیدی، گیاهان و حیوانات تراریخته ژنتیکی و مهندسی زمینشناسی شاید بتوانند با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن مقابله کنند. در 2050 میانگین سن ژاپنی‌ها 55 و پاکستانی‌ها 34 سال خواهد بود و ایران از 25.9 به 40.6 سال خواهد رسید. پس حرکت جهان به سوی جهانی شرقی و دنیای غم‌انگیزتری است. البته تا زمانی که جهان وارد یک عصر کاملا فراگیر از ربات‌ها نشده است، به نیروی کار جوان محتاج است و سیستم ارتباطات و صلح جهانی باید به گونه‌ای باشد تا کشورهای نیازمند بتوانند از کشورهای دیگر نیروی کار بگیرند. اشتیاق و شتاب جهان برای شهری شدن به معنای دادن فرصت به دنیای طبیعی نیست، چون همه مواد باید از دنیای طبیعی بیرون شهر وارد شهر شود و بخشی به صورت مواد زائد از آن خارج شود و بخش عظیمی از آن به صورت ساختمان، زباله و غیره مدفون در شهر بماند. بنابراین گسترش شهرنشینی گسترش مصرفگرایی است. در این گسترش مصرفگرایی
انرژی جایگاه ویژه‌ای دارد. منابع نفت موجود مجموعاً همان منابع کشف شده از 50 سال پیش هستند. ادامه برخوردهای گسترده‌تر در خاورمیانه برای نفت دور از انتظار نیست. اتم به عنوان یک انرژی جایگزین هنوز مشکلات عدیده‌ای دارد و گسترش آن محدود است. فاجعه نیروگاه فوکوشیما و متعاقب آن حذف چندین نیروگاه اتمی در جهان از این جمله‌اند. به نظر نمی‌رسد سوخت‌های گیاهی و در نهایت هیدروژن جایگزین بخش عمده‌ای از سوخت‌های فسیلی بشود. گرچه پیشنهاد اخیر اتحادیه اروپا برای ممنوع شدن حرکت اتومبیل‌های بنزینی و گازوئیلی در سال 2050 قابل توجه است. گسترش ظرفیت تولید برق از باد تا سال 2050 بین 10 تا 50 برابر خواهد شد. اما گمان نمی‌رود انرژی خورشیدی با همه تأکیداتی که بر آن می‌شود به دلیل گران بودن بتواند بخش عمده‌ای از تولید انرژی 4 دهه آینده جهان را در بر گیرد. بی‌ثباتی منابع بادی و خورشیدی به دلیل آرامی هوا، ابری بودن و شب محدودیت‌های استفاده از آنهاست. در سال 1944 برای امروز برنامه‌ریزی شده است و برنامه‌ریزی‌ها برای 2050 از خیلی قبل شروع شده است. نگرش کلان مدیریتی در جهان، برنامه‌ریزی جهانی، توان پیشبینی و آینده‌نگری جهانی، مدیریت صحیح محلی، منطقه‌ای و جهانی، توجه و پیشبینی تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن، داشتن نگرش و ایده از برآیند نیروهای تاثیرگذار در جهان آینده و گرفتن سهم مناسب از امکانات و تهدیدات در جهان آینده از اقداماتی است که پیش روی بشریت قرار دارد. سوالات بسیاری فراروی ما قرار دارد که میتواند بیانگر وضعیت کشور ما در سال 2050 باشد. مطالعات اخیر با استفاده از داده‌های عمومی در فیسبوک نشان دادند که اعمال واکنش‌های فردی تأثیر غیرمنتظره و فراگیر را از طریق شبکه‌های گسترده اجتماعی به گونه‌ای پرشتاب و عمیق بر بیگانگان اشاعه می‌دهد. در هر صورت آیا مباحث مالتوس و مارکس را باید ادامه داد؟ آیا سوال این است که چند نفر در مقابل چند بشکه باقی مانده نفت یا چند صد هکتار زمین قابل کشت و چقدر آب؟ آیا سوال باید این باشد که جهان چند نفر را در خود جای دهد؟ باید توجه داشت که انسان به هر صورتی به حیات خود ادامه می‌دهد. شاید روزی بسیاری از انواع حیوانات و گیاهان موجود از زمین حذف شوند. شاید آپارتمان‌ها به صورت لانه‌های غلافی شکل ساقه لوبیا روی هم چیده شوند و زندگی‌ها تک نفره شده باشد و ربات‌ها برنامه‌ریز جهان باشند. برای تغذیه از جلبک‌های مهندسی شده ژنتیکی استفاده شود و یا سلول‌های فتوسنتز کننده را در پوست انسان طراحی کنند و از آب تصفیه شده فاضلاب استفاده شود. گیاهان و حیوانات تغییر یافته ژنتیکی بخش گسترده‌ای از نیازهای انسان را تامین کنند. باکتری‌های ترانسژنیک آلودگی‌های زیست محیطی را کنترل کنند. به نظر می‌رسد پرسش مهم ظرفیت نیست، بلکه روندی است که انسان طی خواهد کرد و اینکه چه دنیایی مد نظر انسان باشد. باید بدانیم که هر موجودی از جمله انسان حاصل ژنتیک و محیط و اثر متقابل این دوست و این پروسه 12,000 ساله تمدن انسانی بخش فوق‌العاده کوچکی را از پروسه تکاملی انسان حداقل در طول 8 میلیون سال گذشته که این گونه از اجداد قبلیش جدا شده شامل می شود. پس باید منتظر بود که این ژنوم در تحولات فوق‌العاده سریع محیط و شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی چه تغییراتی را می‌پذیرد و چه دنیایی را برای خود انتخاب خواهد کرد. آیا انسان‌های منفرد در لانه‌های روی همچیده خود با کمک ربات‌های جهانی یک پارچه را پیش رو دارند و توانمندی‌های پزشکی، تولید مثل و ایجاد نسل‌های بعدی را چندان ضروری نمی‌کند؟ و انسان‌های منفرد فقط در شبکه‌های مجازی اجتماعی با همدیگر ارتباط خواهند داشت و ارتباطات حقیقی فقط در مراکز تفریحی ورزشی خواهد بود؟
و آیا توانمندی‌های علوم بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک می‌تواند به کنترل گازهای گلخانه‌ای و رفع نیازهای غذایی انسان‌ها بپردازد؟ آیا در آن زمان کاهش جمعیت مسئله انسان خواهد بود و نه افزایش جمعیت؟ باید توجه داشت که برای دیدن آینده بشر باید شرایط و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی همراه با مسائل تکاملی و ژنتیکی بررسی و مطالعه شود. همه این موارد و بسیاری موارد دیگر مرا بر آن داشت تا به ترجمه این کتاب مبادرت کنم. نکته مهم دیگر این بود که بتوانم کتاب را در مدت کوتاهی ترجمه و به چاپ برسانیم. بنابراین تقاضای یاری از مترجم زبردست و دوست بزرگوارم جناب آقای ناصر زرین پنجه کردم که ایشان هم با مطالعه اجمالی کتاب همکاری در ترجمه را پذیرفتند. کار را شروع کردیم و برای چاپ آن اقدام نمودیم. مراجعه به آقای حسین خانی و در نهایت استقبال ایشان از چاپ کتاب منجر به این شد که در کمتر از 1 سال از انتشار چاپ اول کتاب ترجمه آن در دسترس قرار گیرد. در اینجا لازم می‌دانیم از آقای محمود متحد ویراستار، سرکار خانم سمیه حسینی حروفنگار و صفحه‌آرا آقای محمود رضا لطیفی صمیمانه سپاسگزاری کنیم. آرزو دارم در سال 2050 نوادگان ما که در بخش‌های قابل زیست این کشور زندگی می‌کنند، عملکرد ما در این سالها را چندان به چالش نکشند. ما چه دنیایی را می‌خواهیم و چه دنیایی را برای آینده تصور می‌کنیم. آیا دنیای مورد تصور ما برای فرزندان و نوادگان ما در آن زمان قابل قبول خواهد بود؟ منصور امیدی، بهار 1390. و اینقدر این مقدمه زیبا بود که فرصت برای شروع فصل 1 کتاب نمیمونه. البته من یه صفحه رو از سرآغاز این کتاب برای شما میخونم. پرواز به سوی فورت مکموری. پیشانیم را به شیشه ردیف عقب بوئینگ 747 چسبانده و محو تماشای سرزمین زیر پا شده بودم. یک پرواز مستقیم از ادمونتون به شهر نفتی تازه تأسیس فورت مکموری در استان آلبرتا واقع در کمربند پهن جنگل شمالی که کره زمین را از میان آلاسکا، کانادا، اسکاندیناوی و روسیه در بر می‌گیرد. چشمانداز زیر پا که از مجموعه‌ای از پیکره‌های سخت و سیمانی شهری تا مزارع زردرنگ کلزا شکل گرفته و بعد به آرامی از کشتزارها به گستره عمیق و مواجی از جنگل همیشه سبز می‌رسید. جایی که نگین دریاچه‌ها و برکه‌ها آن را به زیبایی آراستند. جاده‌ها و قطعات تراشیده شده چهره جنگل را دگرگون کرده است. اما دیری نمی‌پاید که این گستره سرسبز متروک‌تر و محصون‌تر می‌شود. در کمتر از 1 ساعت پرواز چشمانداز زیر پا از مکان شهری سترگ به کشتزارهای مایع و از آنجا به قلمرو از بیابان یخزده تغییر می‌کند و بعد به ناگاه جنگل به خانه‌هایی که از دور سوسو می‌زنند رنگ می‌بازد و جدیدترین بخش مسکونی فورت مکموری از دور پیدا می‌شود. خطوط عملیات نقشه‌برداری که به تازگی جنگل را بریده بود از هر سو در میان جنگل به بیرون امتداد داشتند. بولدوزرها و گروه‌های کاری در بستر جاده‌ها و قطعات ساختمانی مشغول کار بودند. شکل‌گیری یک نقشه بزرگ و جامع شهری در قالب چشمانداز و دورنمایی برای صدها خانه دیگر که در انتظار تولد بودند. نکته کوچک ولی بسیار جالب توجه این که قیمت متوسط خانه در فورت مکموری به تازگی به $442,000 آمریکا رسیده است. یعنی حدود $100,000 بیشتر از خانه من در لس آنجلس. تغییر و تحولی که با سرعت فراوان در این سرزمین در جریان است. این تنها یکی از چندین عجایب دیگری بود که قرار است طی 15 ماه آینده شاهد آن باشیم. البته این اولین سفر من به شمال نبود. من پیش از این به مدت 14 سال برای مطالعه پیده سرما و سرزمین‌های دورافتاده به مناطق شمالی رفته بودم. آغاز آن موضوع رساله دکترای من بود که به مطالعه رودخانه ایسکوت اختصاص داشت. یک تنداب رودخانه
درخت‌افکن که از میان منطقه‌ای پرت و دور افتاده در استان بریتیش کلمبیا را خود را به سوی اقیانوس در می‌نوردید. چیزی درباره بکر و دست نخورده بودن محل، حسی از خطر و پیشتازی در ناشناخته‌ها مرا به شدت به خود جذب کرده بود. دیدن رد پاهای تازه یک خرس گریزلی که درست چند دقیقه پیش از من روی برف و یخ به جا مانده بود، احساس وهم‌انگیزی از دلهره به من داد. پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به عنوان استاد جغرافیا در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA به کار مشغول شدم و همزمان تعداد زیادی از پروژه‌های پژوهشی بنیادی و طولانی را در آلاسکا، کانادا، ایسلند و روسیه آغاز کردم. تخصص من تأثیرات ژئوفیزیکی تغییر اقلیم بود. در این مأموریت در محل و به طور میدانی شدت جریان آبها را اندازه‌گیری خواهم کرد. دماغه یخچال‌های طبیعی را نقشه برداری کرده، از خاک نمونه برداری کرده و کارهایی از این قبیل را انجام خواهم داد. و وقتی که به خانه و به لس آنجلس برگردم، تحقیقاتم را از پشت میز کارم ادامه خواهم داد. استخراج اعداد و ارقام از داده‌های ماهواره‌ای و کارهایی از این دست از آن جمله‌اند. اما همه این کارها تا سال 2006 تغییر خواهند یافت. پرواز به فورت مکموری سرآغازی بود برای تلاش من برای درک عمیق‌تری از دیگر پدیده‌ها که اکنون در بخش شمال سیاره زمین در حال آشکار شدن هستند و اینکه چگونه آنها حتی با نیروهای بزرگتر جهانی که در سرتاسر جهان به عنوان یک مجموعه عمل کرده و تاثیرگذار هستند توافق و سازگاری دارند. بر پایه تحقیقاتی که انجام داده بودم می‌دانستم که گرمای اقلیم در شمال با شدت محسوسی شروع شده است. اما نکته مهم و قابل توجه این است که برای ساکنان منطقه و اکوسیستم‌های آن چه معنایی می‌تواند داشته باشد. تغییرات جمعیتی و سیاسی و یا ذخایر عظیم سوخت فسیلی که در اعماق اقیانوس نهفته است چگونه خواهد بود؟ آیا این وضعیت در مقابل فشارهای بیشتری که در حال حاضر در گوشه و کنار گیتی در حال شکل‌گیری هستند چگونه تغییر و تبدیل خواهند یافت؟ و آنگونه که از بسیاری از مدل‌های اقلیمی برمی‌آید، آیا سیاره ما تبدیل به یکی از امواج مرگبار گرمایی با باران‌های اسیدی و کشتزارهای سوخته می‌شود؟ آیا این امکان وجود دارد که جوامع جدید انسانی در مکان‌هایی که در حال حاضر هیچ جلوه و جاذبه‌ای برای اسکان ندارند ظهور پیدا کنند؟ آیا این امکان وجود دارد که قرن 21 شاهد افول ایالات جنوب غربی امریکا و بخش مدیترانه‌ای قاره اروپا باشد، در حالی که بخش شمالی امریکا، کانادا، اسکاندیناویا و روسیه رشد و بالندگی بیشتری پیدا می‌کنند؟ هرچه دقیق‌تر شدم، بیشتر دریافتم که این منطقه جغرافیایی شمالی می‌تواند نقش و تأثیری سرنوشت‌ساز برای آینده تمام بشریت داشته باشد. قرار بود که من حدود 2 سال از عمرم را صرف رفتن به جاهایی بکنم که نامشان را شنیده‌اید. نقاطی چون تورنتو، هلسینکی و سیدار راپیدز و همینطور جاهای دیگری که احتمالاً نشنیده‌اید، مثلا های لول، ترومسو و جزایر بلچر. قرار بود که در این مأموریت سوار بالگرد و هواپیما بشوم، اتومبیل کرایه کنم و یا با اتوبوس و قطار سفر کنم و مدتی را هم در سفرهای دریایی در کشتی بگذرانم. هدف این بود که با چشمان خود آنچه را که در این نقاط در حال روی دادن است ببینیم و از دانشمندان در باب تجارت، سیاستمداران و ساکنان معمولی که در آنجا کار و زندگی می‌کنند بپرسم که شاهد وقوع چه چیزی بودند و به نظر آنها این وضعیت به کجا خواهد انجامید. بعد از سالها مکالمه و تحقیق اکنون قرار بود که من بار دیگر شمال را کشف کنم و برای اولین بار به مطالعه اهمیت و تأثیر وسیع آن بر آینده انسان بپردازم. لارنس اسمیت. امیدوارم که این سرآغاز و این پیشگفتار به شما کمک کرده باشه و گفته باشه که در این کتاب چه خواهید خوند و چه خواهید شنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.